سلام بچه ها، چطورید؟ امروز اومدم یه آموزش خفن بهتون بدم. ببینید بچه ها، ما میتونیم دزد خونمون رو داخل ماینکرافت راحت پیدا کنیم. مثلا من الان نزدیک خونم میشم، این سنسور باعث میشه خونه من یک زنگ بخوره و دزد رو من پیدا کنم و دیگه خلاصه. وسایل مورد نیاز: یک چمن، ردستون داس و اینایی که نوت بلاک بهش میگن و از اینا. خب وسایلش ایناست. ما میایم، البته من یه بلاک سفیدم لازم داشتم. بلاک سفید ما مثلا حالا کجا بسازیم؟ ما خب اینجا بسازیم. ما چند بلاک میریم بالا. شما برای خونه‌تون اینو بسازید. خب بس من اینو بکنم. دوتا هم اینجوری. از اینا اونو میذاریم اینجا. یک ردستون داس میذاریم اینجا و دوتا هم نوت بلاک. مثلا من نزدیک اینجا بشم، این زنگ میخوره. اینم از آموزشش خیلی آسونه. و بله، تا ویدیوهای بعدی بای بای. بچه ها، ویدیوی قبلی حمایت نکردید و مجبور شدم یک ویدیوی خفن‌تر براتون بذارم این آموزشو و ببینیم حمایت میکنید یا نه. اگه حمایت کنید خیلی کمک بزرگی به من میکنید. و تا ویدیوهای بعدی بای بای.